ماشین کف خواب میزنه جرقه رو آسفالت، دوتا گلا گیرون میاد دشی شب. پسر خوب به نفته طرف ما وایسی، چون قلم ماست که میذاره چونه همه آبزا. خودم ساکت حرف میزنن استریمام، این جنسم بیشتر استریلا. رافه میگه باز بده نفتی کار، با توپ پنگ دوتا بنزینینا. مرسامی داده فکر تو داشت تمومن کپونات بدون حد بکن. خب بالاخره گلف سوپرشارژ رو آوردیم داینو. این ماشین فقط یه سوپرشارژ روش نصب شده، انژکتور شده، اینترنال تقریبا دستکاری نشده. نتیجه‌ای که ازش گرفتیم 135 است توی دور موتور 6000 و 182 نیوتن متر توی دور موتور 3670. حالا یه گلف دیگه داریم که فقط انژکتور شده، ما موتور فابریک اون رو قراره همین الان داینو کنیم. نتیجه اونم بهتون میدم و تفاوت سوپرشارژ توی یه گلف ساده و یه گلف سوپرشارژ شده رو بهتون نشون میدم.